کل کار مانده بود، ولی دست بالا کردنش هم شروع شده. صبا امروز تو رو میزد، صبا مرا دیگه، صبا مادر من زورش خود سر تو نمیرسه، سر ما بیچاره میرسه. تو خود چیز گفتن هم میتونه. من عاجز گیر کردم. من خب میخوام دستش داخل میشه. نه من میپوشم. من خب میخوام ببینین مفروش پیسه میگیری. مفروش پیسه میگیری. تو میز داد تو باز میشه پیسه، داد تو باز میشه. سلما یا که گوشت گرفتن دوزی کردن طلا رو خب بیخیاتشو میپرونن میبرن. من 10 دفعه گفتم ضروری نه پیسه دوز بوده، طلای من دوزی کردی. این دفعه اومدی سر دیگه طلا. من خب خور مهربان بودی، تپ تلاشی بودی. همسایه داری که باشه آدم دارم خب میباشم همیشه خور برای نمیزی روزا هست خاله جان. نه اینال خور تا خور سیت خور دست پایی که دختر جوان یا خور دختر اونو به بیادر خود گرفت. نه گرفتیم او مادر. او بچه او خدا تو مرا بازی میتی؟ ها تو مرا بازی میتی؟ حالا تو مرا دیدی من جای رفتم که بچه خندم از ما گفتیم کلانه میگه از ما پیدا شد دم لگیاشتی. حالا تو مادر در بازی میتی؟ ما کم همین پای که نمو تلبانی میفهم که چی گپ است. هر کس که برات میگه بد میکنه، من هیچ چیز نگرفتم. شکر بخیر، خوب شدی؟ اینا که سلما میگفتی دیدی؟ سلما رو شناختی حالا؟ همین میگفتی سلما جان راست میگه، دست پایش ماچ میکنم، این میکنه اون میکنه میرم. نه خوب شد که نه باز روز می پیش ما نارفتن ناچی سرش تو اومد شد. اینا کالا رو چی وقتا از جانت تو کشیدی میگفت 5 دقیقه پیش. من خب بدیشون نمیرم. دیوانه است تو بخی. خود دیدی دیگه. خدا دست داره. یک دفعه نزدیک بود گوشتم. تو بری وجه دست پایشون ماچ کنی، او تو خوب است یا حق دعوا کنی بگیری یا این رقم خوب است. نه امی تومدم نزنی نمیشم کلان گپ است. یک دفعه تومدی گوشت نزد، یک دفعه پیسه نزد. حال سر خود از این تومد میزنه. چی خوردن مچم که در عمر دارم شاو خاو میکنن صبح ده تومت هستن، باز شاو خاو میکنن صبح یک گپ میکشن. اونمونجا پیش ما بود یه جو طرف نرفتم روز. بازی دفعه اول آرزو نیست، یعنی دفعه دومش از اینم باز خبر شدیم ما دادا جان زدن نزی هیچ علاقه بفهمون همین نزاکت از دیگه تام خوار گفته باز میده طرفشون فهمین والا راست میگن این میگن اون میگن خاک دست سرشون. هیچ قصهش نشو، هیچ چی هم نکن. سلما کجا میری؟ کجا میری؟ میرم خانه همسایه. چی میکنی خانه همسایه؟ خانه همسایه او روز اتو داده بود، میرم اتو رو میگیرم. گفت اتوی ما خراب شده بود، باز آمد دخترک اومده بود. اتو رو دادم الان میرم کالای اتو میکنم، از خاطر برم اتو رو بگیرم. سعید برو من فکر کنم خانه از جتا میری. حالا این شمسونه ندارم مگر از چه بگم پیش همین برم باز میفهمی که چی حال داره همین. گم کو فلسفی ناک میگه. زود به سلما خب. میرم اتو رو میگیرم میایم دیگه. زود بی دیگه. ما به تشویش سعید نباش به تشبور تو داخل خانه برم میام. مون بیم که سلما یا میری تو خانه از نری اما تو گفتیم تا همسایه بیچاره بگه چی که پس تو خور اومده. میریم اتو رو بیاریم برو. مقصد جای دیگه نری. نه برو.
چی کنم؟ سلما تو بر ما بلای جان گشتی، ما راستین گشتی و خدا گفت مغزای تباد نکنم. چی کنم؟ یه چیز هم نیست و خدا یک چوب میود که فرقش میزدم خود نیست. او اینجا یک چیز دیدم. برای مادر جان مسیر دسته و پرتم برو مامان دازم بچه نمیرم دیگه بچه دستای بس پاک شد جان. مادر سمیرا رفته پشت نان میفهمه و یک عالم پیسه گرفته. چه قسم گوشنه مردم است یا رفته از آشپزخانه سیار لوبیا کرده برین جا آورده. حال جواب بیاجر چی بتیم بیا به ما میکنه چی بگوی نام صاف گپه نه خو میگم نه یه نفر منال بیاب میشه کدام گپ دیگه نخسته مادر جان بریم نان بکشیم دیگه بو بریم که عروس که حال باز کدام گپ دیگه نشه این سر خبر پیسه مگرم خو میگم نه ام یک بوج پیسه گرفته کجا برده رفته از آشپزخانه سیار آورده و ما رفتم مادر جان همین زن گردان سخندان نباشه قوم خیش خودم گرفته کت خود میاره دن 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 کده تو بیا توی است حالا زنی ورجا خدا کنه نان بیاری 2 ساعت شد که نان میاریم دسترخوان و دلم نارامی اما دختراست کارک آدم کار ندارم اونمو دختر ننوی دخترم اونمو بیچاره رفته دیگ کده و کاسه کده و دگه کده به مو خاطر نفرم نتربیسته زیاد به خاطر که آدم کار ندارم یک اونم دختر بود و خلاص دیگه اگه نان نخورم خدا میدونه که چرا قم هستک روی مردک البته که قومم خوب نیست که ازم پدر عروس هیچ کس خبر نکردم اگه میفهم مکمل خرچ خدا خوره که از ما گرفت مکمل خرچ خدا گرفت اگه نان نخورم برم دل تو گله میگره که نان نخوردی دلم نارام دختر همیشه دیگه هفته میزنی تا جل میزنی تا خلاص نان بخوش کمک تاثیر کو هیچ مطل چای هم نمیشینیم حرکت میکنیم میریم بخیر با خودت ما روسا میبریم طرف تو خودت باز برو خودتون خانه اینه بخیر نانم تیار شد مشکلی آوردی دختر آها بیبی جان آورده خوب با تکلیف شدی بچه نه خیر خواهش میکنم چیزی گفته بیا خاله جان نان بگیرم این سلاتشه بگیرم مادر چرا دیدی هم میتونی؟ لیش بشیم بخلاره ده خیلی من نمیخوام بخ بشیم بگیم بی مادر دیدی هم نکن نمیتونم بشیم میفهمی که خرچ دیگه خود از ما مکمل گرفت تو یک دانه پیاز که یک دانه پیاز از مراحت نکرد پیسی مرا نبودی دلم کرد چقدر دلم مردم بدن یا خدا میدانم البته مردکه زن میکنه خیلی دختر دخانه بود دخترم شوی داد خب کسی ندارم خیلی مردکان بیود آه مادرش فوت کده بیچاره مادر نبود سلات هم تون دست بار مادر چی میگیم؟ حتما از پیشیم تون شده دیگه فکرم نشده میخوری برد تو بیا پرتم پرت تو و خرچه فریمان هم گرفتن هیچ چه زبایده جان از کار خلاص نشد خانم بچم خانم مردانه نان دادین؟ آه بیبی جان نان دادیم خب خیلی بینی بچم خیلی بینی برو یا تیشو مسمچم تیشه رو میگه فرقش دیگه میاد که تیشه خود دوتر میشه یافتم ناله میشه بگیریم یا نیشه یکش تو به نظر من خوب معلومش کن تو دیمش الله بگویا نمیره میگیرم باش که من کس نبینه کمش کن بیسو من تالی ندارم میشه فقط بیا این سلمگک کتمی کمش دیم کم تو مغزای تا بکشم باز نوع دوز از سرت میره مشکل من تالی ندارم کنم تا گیریم نکنم
بیا تو یک دفعه من کار تجور میکنم. تو بسیار سر مشیره که جاریست. هر چیز میگم مرا. حالا ما ترد کنه که رای تا گم کنی. که از کدام دروازه میده کدام دروازه پس بدی. شدش خدایا. فردی فردی حالا مادرم صدا داره. بسم الله. چی گپ شد؟ تو میادم خود چی گپ شد؟ یا نسوار طلب داره یا رقم میترسان آدم که بخی. نه مادرم یا نسوار طلب داره باز یا انرژی طلب داره. اوه فردی هلو بیا بیا درد چیکا لولا سارا چی میکنه؟ بگی ببرش بگی ببرش بریم پیش تو. زود که از گپ کسی نکتوم. خب نه از گپ کسی بکنه. چیزی رو که در چشمت میبینی بس بعدم شد بخی. خب ما امروز تو چی میگفتم؟ میگفتم چیزی رو که در چشم دیدی اونمون چیز را چی کن. هر کس که هر چیز منم واقعا گرفته طلای دارم من چی میکنم؟ من در خانه کایم میفهمم تو پیش ما بودی. فردی هلو یا تو کاری چی برو باش کم نگرد برو دختر از ما خراب نکن برو برو دختر از پیش من نبیا من قوس را ندارم برو خودت میزنی باز میگی چی شلالا جمله برو چقدر عجیب مردم هستن. شما چی شده؟ خیره دیگه هرچی بود گذشت. مقصد قنمون بخزه قرار شدی. بیا. چی شده؟ بیا که بازی را کشتن مرا. خدا پرت خدا. آو بیار یک تون تیز آو بیار. چی شده مادر؟ من نمیفهم هر کار که سلما کرده هر کار که سلما کرد نمیفهمم. دیگه شما بیار که پیشانی از یک تکه خون گرفت. حالا یک چیزی بیاریم زود کنید. من نمیفهم سلما چی کار کرده من بچه چی شده پیشانی از آگاه چی شده خونی آیا؟ نمیفهمم سلما من چی کار کنم چه زنی سلما خون میره بخورن لالا بخیر. سلما چی زد؟ او رقم شده باش بیرم دیده بود. حجمت بخیر. حالی زوف داره ایتم چیز سلما دیگه زد تشناب بریف در پس برم نفهمم این چی که لگنی خود سلما زدش. بخیر خیلی هسته بخیر جور میشه هیچ کم نبود دیگه نموید فتح تشناب هلو چی زد؟ بیار یک چیز بیار تونایی زیر پاکن مال یک تا صافی یک چیز بیار اون که دستمالش از گرد گردنش طرف کن. نام گوشت پشتم. من در قصابت مونده. آرزو او تو رو بردی؟ بیا تو رو چی میکنی؟ رفتم پشت تو خوب رفتم پیش همسرم سر گفت موتوکاری داریم یک ساعت بعد میارم گفتم برس نیست داخل شدم رفتم دستشویی از جا برآمدم دیدم کجمن در روی زمین افتیده. چرا؟ مچم زوف کرده بود؟ زوف نکرده بود بیل در پیش روش فقط بوی کنم تو فرق زده مقدار دولی خود ما؟ دولی خود ما در پیش چی دستشویی اونجا از من رفته همین میگم چی شده؟ هیچ کس هیچ جواب نمیده. فردی نمیگم میره چی شده میگه هیچ. برفتش بردش داخل اتاق. مچم چی شده بودش؟ سلما در خانمو چی جریان داره؟ از خانمو یا میگم یعنی سر اصلا به تشویش میشه یک نفر در خانم مفته و گار میشه همین میگم چی شده؟ هیچ جواب من نداد رفت داخل. حال چی شده اجمل؟ وضعیتش چطور است؟ برده شب خانه؟ خانه بود؟ میگه تو داخل خانه رفت خانه نده. حال چی بود فرست؟ مچم چی شده بودش خدا؟ یا میگم خب بخیر یک دفعه خب مسموم شده بود. آدم بخیر بعد مسموم شده بود چیره که خورده بود. آلو قسم بیچاره بود. از کلش خون میومد. وضعیت چی خراب بود. کاش میرفتم یک دفعه چی کنم معلوم ده اون خانه اصلا تعمیر مثلا نمیرفتم. باش من اومدم که شما این بخورم سلما جان. چرا سلما جان؟ چی شده چرا گریان میکنی؟ سینه اما تو نکن دیگه بخیر من هم دیگر مخون میکنی. نکنه باشه اشکایی پاک کنم. بخیر خوشبخت میشی به خدا مامای مادر خوب است آدم نیک است باز ما پالویت هستیم رقم نکن چرا جگرخونی میکنی از اول تا به آخرم به جگرخونی تیر کردی
نه هرچی نباشه سخت سالم خانیم مادر پدر خود علاقه داری؟ میفهمم درک میکنم سخت است خوب مامای من آدم خوب است نه لازی وقتی که در اینجا میکشیدی مشکلات زندگی اونجا بری راحت میشه بخیر به خوبیایش فکر کنی آدم اگه منفی فکر کنه خوش زیاد گپاست دیگه مثبت فکر کنی به چیزای خوب فکر کنی به زندگی خوب اونم تو خودش خود به خود خوب شده میره بگی نان بخوریم دیگران منتظر است نه خب باید کم بخوریم تو هم نمیشه پیش نمیشه بیبی شروع کنیم که بریم بخیر دیگه که وقت میشم تا دوکو بالا شایم بخدا روز چاشت میشم چاشت 13 ساله یعنی دیگر میشم خب برنج مزدار پخته کردم من با نمیتونم خوردم زن ایوار پریز هستم برنجان لوبیا رو میخوری برنج نمیخوری؟ لوبیا خیلی لوبیا خود چربی خون نقص داره اما در شکر نداره نه لوبیا به شکر نداره خب بر مازن چیزک داره کارتک شده داده دمو کل عکسای مینوی خزار را دیدم خب پیشانی شد تا خون میره مادر ببریم که پیش دکتر خون میره سر ازی لالج من بکشه که بفرم خوب است نه تو بودی نمیموندی؟ من در کجا بودم بلچه مریض نبودم کاش که من میبودم من اینجا بودم من اونجا نبودم یک دسته سرده بخوران اگر روز داشته باشه میکشه نفسه دیدی کارم پرتک تره کردم بکشون دار نوبت نزیدستی اما قمانده که ما را دیوانه کنمه گل کاره سلما زد بخیر خوب میشی بخیر خوب میشی سلما زد شد؟ نه کی زد دیگه من زدمش باز میری خانی رو از ما نیه دست پایش هم ماچ میکنی دوره فکری تو طرف از او بگی چی شد؟ بخیر اجمل لو زال از این تو خون میره که یارب خوب شدی یک ذره خوب هستی؟ یکی از شیمه از استفاده کل چیزش رفته گنز شده او رو کدی بیل زده اونم که من همین ندیدم شد اونجا بیل زیر پایش افتاده بود و از این دستشوی دوید از ایدامت که عمل چرا اینجا که هیچ کس نبود یه غریده بود خدا گمش کنه از این خانه و جایی که بیغم شویم یکی پیدام نمیشه که میره ببر از این خانه هر روز ما در تاوان است که تزی هر روز ما در جنگ است دیدین کارشه بخستن این کارا را میکنه خدایا سلما را خداوند گم کن از این خانه شوفت تو بلا نیست که تو در سرما نمیاری یک گلاس آب بیار که بخوره یک ذره آب بتیم شاله او میخوره گنز است نه چشمش باز شده تو بیا ایستی با پالیش بشی مادر اجمل خوب شدی یا نه باش کوچه یک ذره خواهد کنم یه ذره کم دادیش یا نه ما یه داود در پیشانیش زدیم اکثر بکنم که پیشانیش درد میکنه اون سرش دلو چطور کنیم نمه ما یک دفعه خانه میه در مصیبت یکی نه یک مصیبت سر از این میه باش خیر از کسی ناد بفهمه که چه رقم دوستی و دشمنی چیز اینی دشمنی است که یکی مرال کم از بکشه یک دفعه نیست دو دفعه پیشم برش زار مار داده بودن این دفعه دوم کت بیخی کت بیل زده شد دیگه دفعه مرده شاید از کجا خود پیدا کردیم شکم نیست سلام میگم اینم اجمل حتما میگی داره در خانه حتما شیر پاک صفا بود میگه مسموم شده او شوبایه صورت حتما مرگی داره در بینیش کدام کرد من مسا کنم مو کدام حسابش که رسید اینا قسم قلیق در دیوار میزنم چی گپای عجیب میزنی آرزو تو خود تو مرگی داره خب مستقیم بود تا میکشیدی در بینیش میمونی جور میشه دختری این گپا رو تو یاد دادم کس یادم نداده خب راست میگم اینم این چیزی که در ذهنم میاد حالا میخوانی مشیر پاک صدره بود یا نخورد اونجا رفت دلش بد شد رفت اون پجور شد حالا تو میبینی که اونجا افتاده کلش هم خون هیچ کس اونجا وجود نداشته خیلی کی زده دوری خود ما حالا دوری ما خود جنون هم نیست که کدام کس زده باشه دشمن دارم باشه ما شما چی خبر همین خوبه ما شما نمیگه خوب شدی یک ذره خوب شدی بچم آره چی شد او مادر خودش هم پرسان که من پرسان میکنی من که دوید خونو سیکم که افتیده سلما در بالی سرش استاده بود دیگه من چه خبر حالا سلما زده؟ نه در روزا آمدم از بالا بچم سنگ بود چی بود آمده سرم آخر دیگه در بالا سنگ است که جاشته بچیم شمارک این کار سلما بوده شمارک بوده کدام چیز دیگه شمارک سنگ هم شمارک سنگ خو نمیندازه خب بگو چی شد کی زد نفر شدید یا نه بود اون از بالا کدام چیز بگو یا تو آمد دفعه هم بزد زد کدام اونجا خب بیل بود آلباس زیر پایت اونجا بیل افتاده بود
خب ما چرا باید که بیل رفته بکنم؟ خب تو گنگس هستی دیگه نمیفهمیدم اون سلما بوده. من که دویدم بسیم دیدیم که سلما بالای سرت استاده بودونم اونجا دیگه هیچ کس نبود. بیار سرمو بسته که در مرا حالا بنداش داری نخونه بخیر. بنداش نیست. بنداش نه. بخیر من باشم که از دکان. نه زیر لباس که خونریزیش استاد شما خیره. بکش چه کارو خونریزی دار تست کرد واسه تست. همون قشنگ ولی خونریزی داره. مرا ایلا کو. داوود استیج ای خدایا ای خدا کالی من چطور خراب است ای خدا نگه سنگ در پای لنگ سنگ در پای لنگ تالی من خراب است تالی من از هیچ کس خرید ندیدم از هیچ کس خرید ندیدم با مشکو از بیادر زاده من خرید ندیدم از هیچ کس خرید ندیدم چقدر تالیم خراب است یک روز خوب و خوش نداریم ما در خانه از بالا نه کوک خوبی و خوشی دیوانه شدیم بیخی دیوانه شدیم به خدای نه میبریم بیرون میایم به امید خانه سعی کن که خانه چی حال است شد محکم شدیم خدا گیلاس اخبار در از پیش پای او روشانی سخت شد که سر بچه ما برو من دکتر بگیرم از بگم سکنت مریض شده که چی میگن بیشی دکتر چی میکنی بیشی دفعمون حال خوب شده و نگذره که در گنگس هست دکتر بیارم در خانه همیشه بخیطه دایوش کنه گمش که کار خوب شده گمش خدای نخواسته در زیاد در سرت دیوانه نشده اصاب خدا از اسنتک با چطور کنم تالی خراب ما ای تالی خراب ما ای خدا آخر کلمته ما خوشحال که اینجا بکشانی یا خدا ما در مغز باید بیخی ببینی رسیدیم خیلی دیگه هوایی خیلی بچیم چیزی نمیه بارال با چیز رفتی دارم خوب که دعوا خود بالا خود نه کدام شپری بود نه کدام بام بسن سر کوچلو چست چی از خود افهم در میشیرت اینم مو انداخته بوده که نه بیشتی کردی نه چیز نگفته بینه این دفعه بعد امسای خونای تکشیده راست میگه بچیم الان دفعه میشیره که خورد دیده خانی نه همون اگه دیگه برما بگو نمیره سلما زد اور من میرم در جانشون سعی که نه چی حال است؟ چی روز است؟ این چی گپ است سر خانه ما؟ سر از اولی چی گپ است؟ سر از خانه ما چی گپ است؟ جنشش تا بلاشش تا به خدا اینه اینجا به خدا اگر این دفعه لالا از من کدام چیز میشد دیدی که از کشونش خون سر که دو دفعه یک رقم بیخی یک نظر گشته یک خیرات گشته سر ما که این بلا از خانه ما گم شود با خدا این رقم بلاس خانه ما گم شود بیخی میگیم این میکل چیز گم شود این میشه خیرات سمسه میکنیم حالا هیچ گم نشه باید بکنیم که همین چیزا گم شود یک روز یک روز دوزی یک روز یک مسئله ما از مجبوری کسرا نتلبستیم که انو سرری دخترم سرری نواسایم خاک نریخته حالا تو خو یک 4 نفر خبر میکدی ای بی آجی خدا خیر بتا گپ خوب میزنی اما کی خبر کنی کل گپ گوی کل گمش کد از قوم ما خبر شوی هیچ خوش نمه دیگه اینه شکر کمی شما بوده اینه شما را دارم شما قوم شکر ما خواستیم بی آجی اینه خدا ایره خیر بتا او را خیر بتا اینه شما قوم خیر شما او را چی میکنی عزتتون ست انشالله نانو عزت خوشا تا شکر دسترتان اگر مو آشپزی را در خانه میکنین یک درک مزدار میبود برنج خوب در بود امی تنایی به خدا میزیبه اما خواه دیگه روز که بازوج آمدم من خالی لایتان نمیتم من اونجا میایم باز قصه میکنم از قوم خود از خیش خود اتو ما غریب نبودم باز اوقات که من قصه کنم شاید بی بیایی گریان کردی حال جگرتان خون نمیکنم اما دخترم سعی کنم خدا بی بیاجی بغلت مادر یک مادر 2 مادر خوارت او سعی کنم او چقدر بایی کل اولادای خدا خلاص دیگه چرا توی قدر سعی کنم دختر مطلب میشه در مخانمه خداوند تو را یک کامل بسیار کلان تو افتخار کو اما یک خواهش دارم از کلت بی بیاجی خصوصا که خودت همو جمعیش هستی همین حواسه که من خوب نگاه کنی بسیار رنج دیده تا که خداوند در دنیا ورده شد داود هم که بود پدرکشون تو گپا شد شاید قصه کده باشه برات او رفت اینی تنامان ایج بسیار همون تو یک چیز را دید که دلتان جمع باشه دلتان جمع باشه سر یتیم که دست بکشه بسیار ثواب داره نکو مرا گریان ندید شکر فامیل با اجازه تان بره بخیر بره بخیر بگی مادر جان ایره متوجه بود که
سمیرا گریه نکن دیگه. اگه آن نگاه میکردم این نامبدی ازی جوان بود اگه مو پیر است هر چی است سر از یک دست میکشه قلن این فامیلدار میشه کتی من این صفحه چی میکرد خدا دیگه تو پشتی پناهی با دشمن ما نداریم. این بچه از این وقتی که حالا سعی کنی امیم دشمن ماست، ما خود دشمن امیم نیستیم. اینا رو کی زده؟ ما خودم بیادرم نداریم که بگویم بیادرم از خاطر ما دشمنی میکنه و میره میزنه. نه این تو خلاص بگو یکی خلاص نمون میره. من که آمدم رفتم من که از اونجا آمدم از خانه همسایه داخل رفتم هیچ کس دوری اولی نبود. 5 دقیقه بود میبرم اجمل هم فردین هم همین ارسیش میرم چی شده با خدا یو اصلا نخوی نمیم خراب میکنم یک جواب نمیده. خاندان معتادین است یکیش نرمال نیست برو. دیوانه است من کنه زیاد. معتاد چیز شدت من. بابا تشویش از اون هست والا. اخلاق خدا رو خیر اگه معتادم باشه. معتاد اخلاقی است. برو بس خبر میشه شده حالا برو ما میفهم که تعمیم باز جنگ میکنم از برو اینکه بزنی پیش بگیم سعی کنی. نه چی میکنی؟ نمیشه باز همین بازی گپا خود. خال چطور کنیم دیگه؟ پرسان بچهش میریم. خیر باز مریم پرسان میکنم خال بگو 1 کیلو گوشتک میآوردی دست خالی آمده یا خلطه میوه میآوردی. نمیگم من میزنه برو. برو از مریم پرسان کنم. بریم. خودم کن. خدا بخیر شفای اجر کامل نصیبش کنه. دعا میکنی برش. یارو تا کو مریم کو بیرو برام متاگه مریم دیده باز مر صدا کنم. صحیح من خودم پرسان میکنم برو. مر صدا کن. مالی رو چی شده باشه؟ اونمو صاف و مرد از کل از خاندان از دو آدم که نسوار بزن اولادش کجا حتما میخونه اما تو مرزی میه نه سلما نبود تو جواب او بچه بالی سر دستاده بود من دیدم من که دویدم پایانش ور خطا دویدم سلما بالی سرش استاده است اما چرا تو منگم چرا خودوی میکاره که دیخه یکو که کزگه خو نیست مگه سنگ در پای لنگ است راست است و خدا چیز ناچار ناداری ما چیز غریبی و بیچارگی ما چیز مصیبت سر ما میایم حال سلما بدون خدا ما میکنیم بالا تجربه اومد تو چیز نه خیلی کدام پاشال بک آمده زدی تا دیگه سلما نبود خیکی بود حال نفر شهید ندیدی تو چشمایت سیاهی که چی شد تمرکز کرد افتیدم خواب که دقیقه سر در زیر زد دیگه مشکل یک ذره خواب کنی خواب که دقیقه سر گنگ زد پارت خدا خواب شد کمپل ما چون بیارم برشانه کمپل بیارم برای بالش دارم زیر سر چی کنم او مادر چی کنم ای خدا باشیم دیگه یا در خانه اینا بیشنیم یا ما شما بیشنیم دیگه رقم خانه همیشه تمام روز دور بزن منو بزن چی حال از بخی گاهی میای خوال خفک میکنی گاهی میای ایدم بیچاره را میذاره چرا؟ به خدا یولی از یولی ابیتال خانه جور شده هر دفعه که میبرایم همسایه ها میگه چی حال از یولی تان که هیچ خلاص نمیشه گپ و سخن و دعوا و جنگ سر چی میگه که دعوا دارین شما هین اگه باز کدام چیز میشودی به چی؟ آفرین حوصله لالاج من ما یک دفعه خانه میای چی روزا رو میبینه چه کار یک دفعه اینجا خورد بیای این رقم لد بخوره ای بیل گفتی افتیده یک دست اونجا بیل است ها مادرم خو میگه سلما کنه حالا آدم چی گردن خدا بسته کنه شکم نیست از دو رفون دیگه شو اونش رو بخید کنی چیز سرمازار کرده تو برخط باشه مگه باز کنم چیز نشویره سرم درد میکنه که تو برا سرتون درد میکنه من اینیا رو بکشم خب تو بیا بمیایی چی گپ شده چی شده؟ خیرت کن سلام علیکم سلام بلو چرا؟ خیرت کن سلام علیکم چی شده؟ رفتیدیم؟ جای شده بشه که سوان بردم شد و بجایش درک آلی چی کرده؟ بجایش درکاش سرم گلونشان پای باری سرمایه تو کار مثلا سرمایه کرده خو ما باید پیدا بکنم کاری چرا این کار کرده این سلما به دلیل رقم گپ نمیزنه او شب خواب میکنه صبح یک تومت یادش میاد که باش ما چی کنیم که جنگ در بین از دو فامیل هم جنگ باشه بخی گفتم آسنا تو شده نیست تو بکنی بخی ما نیست میگم به من گوش بخی گفتم نمیکنم هیچ نمیخوام که تو خیر سلما یخی گفتم استاشو من گوش کو بخی دیگه
از طریق سعی نمیشه که بچه امروز که سلما سلی زد سبا که لغت زنگ از اولیا میکشم اندازیش یه خیلی دل جمع باشه روز نمیمونیم برسه مادر که گپ میزنیم بدان زبان نداره بدان به زبان است گرون جبال دست از نبرد نبود بیش یک معرفتین